سرعت با پنوماتیک امکان پذیره یا نه؟ سوالی که از من پرسیدین. اول بریم این ویدیو رو ببینین تا بهتون توضیح بدم. توجه این ویدیویی که الان دیدین، اگه بخوام تو یک کلمه جوابتون رو بدم باید بگم بله با پنوماتیک میشه سرعت رفت. ولی یه نکته‌ای داره. این ویدیویی که دیدین مال صاحب اتوبلک رشته. حالا نکتهش چیه؟ طرف از جنس خودش مطمئنه، از ماشین خودش مطمئنه، میدونه ماشین چک کرده برای 200 سرعت. ولی منی که 1 سال پیش رفتم اتوبلک مثلا پنامو بستم، بعد 1 سال خبر بالونامو ندارم، خبر وضعیت ماشینمو ندارم، برای من 200 سرعت خطرناکه. من نمیدونم بالونام بوسیده شده یا نه، خراب شده یا نه. برای من خطرناکه ولی برای اون 200 مشکل نداره. ولی در کل میشه با پنوماتیک سرعت رفت. من تو مسیر تهران 130 تا 140 تا 150 تا هم میرم، ولی بهتر این کارو نکنید.